در برنامه مایکروسافت اکسل جریان حساب کردن کوادرات عدد، کوب عدد و از ریشه کوادراتی اینچنین از ریشه کوبی آزاد کردن عدد را نشان دهید. برای این ما برنامه مایکروسافت اکسل را به کار می‌گیریم. همچون اعضا با کتابچه A1 عدد را داخل نماید می‌نویسیم. با کتابچه A2 کوادرات عدد داخل شده با کتابچه A3 باشد کوب عدد داخل کرده شده. آزاد کردن عدد داخل شده از ریشه کوادراتی با کتابچه A5 آزاد کردن عدد داخل کرده شده از ریشه کوبی. با کتابچه B1 دلخواه عدد را داخل نمایم. برنامه مایکروسافت اکسل با طرز اتوماتیکی در کتابچه های B2 کوادرات عدد را، در کتابچه B3 کوب عدد را و در کتابچه B4 باشد عدد B1 را از ریشه کوادراتی آزاد نموده در کتابچه B4 نشان دهد و در کتابچه B5 باشد عدد B1 را از ریشه کوبی آزاد نموده در کتابچه B5 نشان دهد. عدد داخل کرده شده 5. برای آنکه در کتابچه B2 کوادرات این عدد حاصل شود ما باید با کتابچه B2 فرموله زیرین را گذاریم. برابر B1 ضرب B1. ما این را اینجوری میتوانیم با چنین فرموله عوض نماییم. برابر B1 کوب عدد برای حساب کردن برابر B1 درجهش 3 برابر عدد B1 درجهش در داخل قوس 1/2 برای از ریشه کوب آزاد کردن برابر B1 درجهش در داخل قوس 1/3. می توانیم با کتابچه B1 عدد دلخواه را نوشته نتیجه ها را در کتابچه های B2 B3 B4 B5 گیریم. مثال با کتابچه B1 عدد 7 در نتیجه در کتابچه B2 کوادراتی این عدد، در کتابچه B3 کوبی این عدد، در کتابچه B4 باشد از ریشه کوادراتی آزاد نموده، در کتابچه B5 باشد از ریشه کوبی آزاد کرده عدد حاصل شده نوشته می شود. در برنامه مایکروسافت اکسل گرافیک فونکسی y برابر 5x کوادرات مینوس 8x پلس 19 را در اینترول مینوس 3 تا 3 با قدم 0.5 حاصل. از سبب آنکه قیمت ابتدایی مینوس 3 می باشد در کتابچه B1 مینوس 3 را مینویسیم و کتابچه C1 باشد قدم آن را با واسطه گذاشتن فرموله زیرین حاصل می نماییم. یعنی برابر B1 جمع 0.5. نسخه این فرموله را با کتابچه های باقی مانده می گذاریم. در کتابچه B2 باشد قیمت Y را حساب می نماییم. برای این با کتابچه B2 برابر 5 ضرب B1
درجه دیمه شرح 8 ضرب b1 جمع 19. همه فرمولا رو با کتکچه های باقی مانده نیز نسخه‌اش رو میگذاریم. اکنون این رو با بلاک گرفتم به این فونکسیون گرافیکش رو با یاری برنامه حاصل نماییم. برای این از منیو استاوت انتخاب کرده می شود، از آن گرافیک یکی از گرافیک ها انتخاب کرده می شود. من این گرافیک انتخاب کرده شد. ما می خواهیم نماد گرافیک رو با انتقال نمودن یک از اینها درگون نماییم. در برنامه مایکروسافت اکسل عددی که در کتکچه A1 موجود نباشد طوق یا جفت بودنش را در کتکچه A1 عنق نماید و این چنین در کتکچه S1 درجه چهارم این عدد را حساب نماید. از شرط مثال به ما همین معلوم می شود که در کتکچه S1 دو پارامتر یعنی یکم طوق یا جفت بودن عدد نوشته می شود، دوم درجه چهارم این عدد در این کتکچه حساب کرده نوشته می شود. برای دو پارامتر را یک جای در یک کتکچه برآوردن از فونکسی سپید استفاده برده می شود. یعنی با کتکچه S1 فرمول زیرین را داخل کردن ممکن است. برابر سپید اگر A1 برابر 0 باشد آنگاه عدد به 0 برابر است. یعنی نوشتجات عدد به 0 برابر است و درجه چهارم عدد نیز به 0 برابر می شود. اگر عدد جفت باشد آنگاه در این کتکچه نوشتجات عدد جفت را برآورد. برای این یسلی کدام وقت عدد جفت می شود؟ همان وقت جفت می شود که اگر بقیه عدد هنگام بعد تقسیم نمودن به 0 برابر باشد آنگاه این گونه عدد جفت به حساب می رود. یعنی عدد دو تقسیم کنیم بقیهش به 0 برابر باشد آنگاه این گونه عدد جفت و درجه چهارم این عدد و چند برابر بودنش را نیز در این کتکچه حاصل نماید. اگر عدد به 0 برابر نباشد عدد جفت نباشد آنگاه با طرز اتوماتیکی این عدد طوق به حساب می رود. یعنی عدد طوق می باشد. دلخواه عدد را با کتکچه A1 نوشته نتیجه فرمولا را سنجیده دیدن ممکن است. مثال 12 عدد 12 عدد جفت می باشد درجه چهارم عدد 12 و 20736 برابر است. مثال عدد 7 طوق می باشد درجه چهارم این عدد و 2401 برابر است. در برنامه مایکروسافت اکسل گرافیک فونکسی y برابر x کвадрат minus 5x plus 6 را در اینترول minus 5 4 با قدم 0 از 5 حاصل کنید و فرمت کنانه را اجرا نمایید. x y برابر x کвадрат minus 5x plus قیمت در با اینترول minus 5 تا 4 یعنی قیمت ابتدایی minus 5 اینترول با قدم 0 از 5 برابر به 1 جمع 0 از 5. نسخه این فرمولا را با کتکچه های دیگر میگذاریم. با کتکچه B2 فرمول زیرین را نوشتن ممکن است. برابر B1 کвадрат طرح 5 ضرب B1 جمع 6 و نسخه این فرمولا را با کتکچه های باقی مانده نیز گذراندن ممکن است.
Bunun این رو انتخاب نموده با یاری منوی вставка به این فونکسیا گرافیک میگذاره. هنگام دگرگون نمودن قیمت x قیمت y با طرز اتوماتیک دگرگون کرده میشود. مثال -6 بیم قیمت ها و نمود گرافیک با طرز اتوماتیک دگرگون شده است.